روایت هست که وقتی مرده را در قبر بیزارند خورشید میاد نزدیک میشه غروب کند. این اگر انسان نماز گزار و عابدی هست بلند میشه، نکیر و منکر وقتی میآیند ازش حساب بگیرند ازش بپرسند میگه کنار برید، خورشید داره غروب میکند، نماز عصر من قضا میشود، من میخوام نماز عصر را بخوانم. و وقتی که نکیر و منکر میآیند و ازش میپرسند من ربک، من نبیک، ما دینک، رب تو کی هست؟ وقتی در دنیا با رب زندگی کرده است خداوند متعال بهش قوت میدهد تا جواب این سائلین را بدهد. ربی الله، رب من الله است. و وقتی میپرسم من نبیک، نبی شما کی هست؟ سبحان الله، الله مهربان صورت مثالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را جلوی چشمش میاره و رسول خدا را گویا میبینه، میگه هذا نبی، هذا نبی، این پیامبر من هست. دینت چی هست؟ میگه دین من اسلامه. آخرین سوال میپرسن الله تعالی به شما عمری داد، عمر را چطور سپری کردی؟ این همه سوالات سختم. آسانی سوال ها در اینه که ما در دنیا مسلمان واقعی باشیم، عابد باشیم، خدا ترس باشیم، فرصتهای ما به سادگی از دست نره، شبهایی که الله تعالی به ما عنایت کرده برای استراحت در این شبها ما بلند بشیم، موقع اذان بیدار باشیم، صدای اذان صبح را بشنویم. چقدر زیبا هست که مسلمان صبح قبل از اذان بیدار بشه، منتظر بماند که از مناره های مسجد صدای اذان بچفیمایی در افق دنیا و زیر آسمان این صداها بالا میره. چقدر زیبا هست مسلمان وقتی شب بیدار میشه اسم خدا را بگیره، استغفار کند، وضو بگیره، 2 رکعت نماز بخوانه، دستها را به بارگاه الله تعالی بلند کنه تا این قلب برایش روشن باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را خیلی دوست دارد، میفرماید جعلت قرة عینی فی الصلاة، نور چشمان من محمد صلی الله علیه و سلم در نمازه، خودکی چشمان من نماز هست. همین نماز هم نور این قبره. سعی کنیم انشاءالله درست زندگی کنیم تا آمدن ما راحت باشه، ماندن ما هم اینجا راحت باشه، وجود ما حتی در قبرستان هم برای سایر اهل قبور باعث رحمت بشود. جا داره در میان همه سروران از مولوی ابراهیم رحمت الله تعالی علیه هم من اینجا یادی کنم، اون کسی که با صدای زیبای خودش وقتی قرآن را تلاوت میکرد دلی نبود که به تکان نیاید، اون کسی که جوانی را با تمام مشکلاتی که در کنار بودم قربان این دین قرار دادم و دوست داشتم تا جوانها اهل مسجد و اهل نماز باشند. اون کسی که همیشه در کنار ما بود، قبل از ما آیات قرآن را تلاوت میکرد، در همین جمع هست، در همین قبرستان هست. وجود بندگان نیک الله تعالی موجب رحمته. دعا کنی خداوند متعال روح این عزیز ما را هم در نزد بهترین ارواح قرار بدهد. صلوات ختم فرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. پروردگارا رحمتهای خود را بر این سرزمین نازل بفرما. خدایا عفو کرمت را بر اهل این قبور نازل بفرما. خدای از اشتباهاتش صرف نظر بفرما. شما کریمید، شما رحیم و رحمانید. خدایا همه را مورد عفو کرم خودت قرار بده. خدایا این قبر مسلمان ها را باغی از باغهای بهشت قرار بده. رب العالمین روح همه را شاد بگردان. در ارواح طیبه تمام مسلمان هایی که وفات کردن رحمت های خود را سرازیر بگردان. خدایا همه را مورد لطف و کرم خودت قرار بده. خدا این عزیزی که ما در دامن رحمت های شما سپردیم خدایا این زمین را برایش باغی از باغهای بهشت قرار بده. رب العالمین گدای بارگاه تو هستی. ما نمیدانیم فردای ما چطوره، مرگ ما به چه صورت به سراغ ما بیاید. خدایا در آخرین لحظات اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را ورد زبان ما بگردان. خدایا در حال سجده مرگ را به سراغ ما بیار. خدایا ما را در راه خودت قبول بفرما. خدایا گناهان ما را معاف بفرما. غضب عفوت را بر گناهان ما بکش. پروردگارا همه را مورد لطف و کرم خودت قرار بده. بر اهل مصیبت صبر عنایت بفرما. دلهای اونها را صابر بگردان. مصیبت را بر اونها آسان بگردان. رب العالمین بر همه این جمع رحمتهای خود را سرازیر بگردان.